نمیدونم این قراره کجا به کار کی بیاد، ولی یه جایی خونده بودم نوشته بود که یه چیزایی هم هست که شاید هیچ وقت نفهمید. مثل اینکه یه نفر چقدر صداتون رو گوش کرده، چقدر عکساتون رو نگاه کرده، اینکه چتاتون رو چقدر بارها و بارها پشت هم خونده، چقدر دوستتون داره، یا اینکه چقدر بهتون فکر کرده، چقدر وقتی از یه جایی رد می‌شده یاد شما افتاده و یاد خاطراتی که با هم داشتید، چقدر وقتی رنگ مورد علاقتون رو دیده بهتون فکر کرده، یا اتفاقی تو خیابون کسی رو دیده و ساعت‌های طولانی، مدت‌های طولانی بهش خیره شده فقط به خاطر اینکه اون غریبه شبیه شما بود. چقدر وقتی غذای مورد علاقتون رو می‌خورده با خودش گفته کاش اونم اینجا بود. و یه چقدر از این که ازتون بیخبره و توی دلتنگیتون غرق شده، بارها و بارها مرده و زنده شد. یه چیزایی رو شاید شما هیچ وقت حتی متوجهش هم نشید، ولی